من از حسین نظربلند مدیر عامل محترم شناسا دعوت کردم که بیاد بالا و در مورد این صحبت کنیم که آیا اصلا پولی هست در حوزه ونچر کپیتال یا نه. تشریفش بفرمایید. سلام، مسخره میگید. خوش آمدید. بفرمایید. آقای نظربلند پول دارید یا نه؟ انشالله جوش. خب عرض شد بود شما که شما در حقیقت شناسا جزو اولین ویسی هایی بود که حالا بعد از سراوا در ایران شکل گرفت و شاید خیلی ها بدونن خیلی ها ندونن. اون زمانی که استارتاپ ویکند ها در ایران رو افتاد، حالا مجموعه سراوا، آواتک، بچه‌هایی که شروع کردن کار کردن، تصور خود من این بود که دوستان در حقیقت فقط توی این موضوع دخیل بودن، ولی بعدها متوجه شدم که شناسا اولین اسپانسر استارتاپ ویکند در ایران بوده. ما در میانه دهه 90 و 95 تا 98 شاید شکلی ویسی های متعدد در ایران بودیم و سرمایه گذاری های متنوعی از ابتدای دهه 90 تا حدود 96 97 اتفاق افتاد که اصطلاحاً بهش گفته میشه اوج شکوفایی اکوسیستم استارتاپ ایران بود. حالا الان به چالش‌های برخوردیم، فعلا می‌خوام این چالش‌ها رو دست نگه داریم. می‌خوام ببینم که این ویسی‌های نسل اول که ما اصطلاحاً بهشون میگیم، ویسی‌هایی که ابتدای دهه 90 اومدن، چه ارزشی رو در کشور خلق کردن؟ ببینید، من می‌خوام از تکنولوژی شروع کنم. موقعی که یه تکنولوژی وارد میشه یک دوره‌ای داره که ما می‌دونیم تکنولوژی خوبه، نمی‌دونیم چه جوری خوب میشه. الان مثلا با AI مواجهیم، داره میاد، همه ما میدونیم AI حتما دیسراپت میکنه، نمیدونیم چگونه دیسراپت میکنه. بنابراین احتمالا یا علاوه از استارتاپ ها یا علاوه از بیزنس ها وارد AI میشن، تعداد کمیشون بیزنس مدل صحیح رو پیدا خواهند کرد. تو دوره پر ریسک تکنولوژی هست. انترپرایز متداول نمیتونه این سطح ریسک رو تحمل کنه. اونجایی هست که این مدلی که ما حالا به عنوان اکوسیستم استارتاپی میشناسیم میاد وسط، کمک میکنه که با برداشت ریسک مناسب به عنوان ویسی مسئله رو حل بکنیم. ما الان داخل گروه پاسارگاد و فناب 5 تا از تکنولوژی ها با شناسا یا شروع شدن یا با حضور جدی شناسا تکامل پیدا کردن که در مشارکت با فناب هم در حوزه AI، سوشال کامرس، بلاک چین، IoT و کلاود که یا کامل ما الان به فناب اگزیت کردیم یا حالا همچنان در مشارکت با فناب هستیم. و من فکر میکنم بدون حضور یک ویسی اینها در ساختار انترپرایز فناب یا شکل نمی گرفتن یا خیلی گرانتر و نابهینه‌تر شکل می گرفتن. یعنی شما میخواید بگید که ما 2 تا نگاه میتونیم داشته باشیم، یکی این که شناسا چه خلق ثروتی برای مجموعه پاسارگاد که در حقیقت هولدینگ مادر مجموعه شما هست کرد، یکی این که نه کمک کرد چه تکنولوژی هایی وارد پاسارگاد بشه که پاسارگاد تبدیل به یک بانک نوین باشه. و میخوام این رو از ابعاد شرکتی و ابعاد ملی تامین بدم. بگم در ابعاد ملی هم ما وارد یک سری تکنولوژی اگه میخوایم بشیم، ریسک لحظه ورود اینقدر هست که انترپرایز رو تحمل نمیکنه. من خودم 17 سال ساید فاندر نشستم، الان 5 سال ساید یه انترپرایز نشستم و مثال هستم. کاملا این تفاوت رو میبینم داخل شرکت خودم. من و شریکم بودیم، 2 تایی تصمیم میگرفتیم، 2 تایی بسیار پر ریسک حرکت میکردیم. اینجا به عنوان یه انترپرایز که حالا من در بخش اینوستش هستم، وقتی تصمیم میگیرم به قول یکی از مدیران بانک میگه برای هر امضا باید فکر کنیم میخوام به 1 میلیون سهامدار و 16 میلیون سپرده‌گذار جواب بدم. معلومه با اون سطح ریسکی که فاندر حرکت میکنه نمیتونه حرکت کنه. من همون آدمم، همونی هم که به عنوان فاندر داشته هر روز تصمیمات ریسکی میگرفته، به عنوان انترپرایز نمیتونه. این لحظه‌ای که این بیزنس مدل جواب میده، فاندرها دارن میان کمک میکنن با ریسک برداشتنشون که کل تکنولوژی فیزیبل بشه. و ما به عنوان ویسی چون در تعداد میریم خیالمون راحته که ضرر نخواهیم کرد. این من حالا شاید خوب باشه چون به جای آمار جهانی میتونم به آمار خود شناسا و عملکرد 12 ساله استناد بکنم. ما در طول 12 سال گذشته برای همین مجموعه قبلی شناسا که گزارش برای گروه مالی
تهیه کردیم، گروه مالی بالاخره چه سهامداران ما و چه بانک در قالب وام، مجموع تزریقی که به شناسا کردن، تزریق نقدینگی، اگه همون تاریخ میرفتن ارز میخریدن، ملک میخریدن، سهام میخریدن یا طلا میخریدن، به جز طلا از بقیه بازارها ما در شناسا بهتر و این در تعداد روی داده. ما 180 تا تیم تا این لحظه وارد شدیم، به عنوان سرمایه‌گذار روی 180 تا تیم ما ضرر نکرد. قطعاً بسیاری از اون تیم‌ها فیل کردن چون پر ریسکن، چون خود فاندر داره پر ریسک حرکت میکنه و مزیت فاندر اینه که پر ریسک حرکت میکنه و این کاریه که فاندر میتونه بکنه، انترپرایز نمیتونه بکنه. من فکر میکنم کل اکوسیستم دیجیتال ایران و یک عالمه از فناوری‌های دیگه در ایران، اگر ما در این 10 سال اخیر 12 سال اخیر توی اکوسیستم این اول از همه فاندرها، بعد حالا ما اینوستورها نبودیم، یا شکل نمی‌گرفت یا بسیار بسیار گرانتر برای کشور شد. بعد از سال 98 به بعد شاید آروم آروم ویسی‌های ایران کم فروغ شدن و الان من چون حالا امسالم درگیر ایونت ایران دمودی بودم، ما پیش بینیمون بر این بود که در اون ایونت بین مثلا 10 تا 15 تا ویسی بیان ثبت نام بکنن، بیان حضور داشته باشن. کلا 6 مجموعه ویسی حضور داشتن که شما یکی از اون مجموعه بودید و 230 شرکت سرمایه‌گذاری اومدن که من تا به حال نامشون نشنیده بودم. حالا این نشون میده که ما وارد یک فضای جدید، یک دوران جدیدی از سرمایه‌گذاران هستیم. بازیگرها و پلیرهای جدید دارن وارد میشن. میخوام بدونم چرا ویسی‌ها کم فروغ شدن و دیگه اون نسل کنار رفت. حالا یه وقت هست مثلا یه مجموعه مثل سراوا بالاخره صندوق به جنبندی نتیجه میرسه، میاد اگزییت میکنه، میگه من 13 سال پیش اومدم الان با 10,000 برابر سود خارج شدم. ولی خیلی از این صندوق‌ها در حقیقت موفقیت و گین رو نداشتن و به مرور از بین رفتن. چه اتفاقی برای صنعت ویسی ما اتفاق افتاد؟ حالا سرمایه‌گذاری خطرپذیر. من این جمله‌ای که میخوام بگم مال خودم نیست، همین چند هفته قبل از یک دوست سرمایه‌گذار اروپایی شنیدم و برام جالب. صنعت ویسی حالا به طور استاندارد شما درباره یه فاند ثابت حرف می‌زنید دیگه. حالا ما در شناسا استثناء فرم هستیم، فاند نیستیم، اما معمولا داریم درباره یک صندوق حرف می‌زنیم. ایشون یه تعبیری داشت، میگفت هر صندوق ویسی حتما یکی از این 2 اشتباه رو مرتکب میشه. یا فکر میکنه اولین کیسی که اومده همون کیس خوبه است و شروع میکنه بهش پول میده و اشتباه میکنه، اون کیس خوبه نبوده. یا هر کیسی میاد میگه نه هنوز خوبه نیومده و هیچ وقت کیس خوبه رو پیدا نمیکنه. اینو بذارید در کنار این که از نظر آماری ویسی موفق هست که بین 70 تا 80% اینوستش رو فقط در 4 تا کیس خوبش انجام بده. ویسی‌ها نیاز به تمرکز دارن. اگه نتونن اونو پیدا کنن یا دیر پیداش بکنن فیل میکنن. اتفاقی که افتاده همون که در جهان افتاده. ما یه تعدادیمون، حالا من در واقع خود شناسا میتونم بگم ما این شاید خطا رو مرتکب شد. ما پر تعداد رفتیم. 180 تا برای ویسی خیلی زیاد بود. و این تمرکز ما رو گرفته. به نظرم دوستان دیگر هم در فضای مشابهی اون کیس خوبه رو که باید تاش وایسیم و فالوش بکنیم، یا دیر فهمیدیم اونه دیگه دیر شده بود، یا روزی که فهمیدیم دیگه پول نداشتیم. این کل اکوسیستم دارم توصیف کنم. و همونجوری که شما گفتید نقطه خوبش اینه که الان بازیگران جدید اومدن و به نظرم مجموع اینا، هم اومدن بازیگران جدید، هم اگزیت های خوبی که در مجموع روی داده در 1 سال اخیر، هم حتی من در واقع متوسط اگزیت ها میتونم یه حرف بزنم، باز دوباره به عنوان عمل کرده تجربه شده. یعنی ما در 3 سال اخیر به طور متوسط هر سال 1/6 ایوممون رو تونستیم اگزیت کنیم. بنابراین نرم های جهانی داره در ایران هم کار میکنه. اینقدر هم ایران با بقیه دنیا متفاوت نیست. به نظرم سرمایه‌گذاران سنتی دوباره باور خواهند کرد به این فضا با همین سیگنال های مثبت امسال و حدسم اینه که شما سال آینده برای پنل ویسیتون احتمالاً یه صفی تشکیل میشه. حتی من تو صف وای نمیسم، جدا میام. من یه تلقی دارم که الان ویسی های ایران تعدادشون خیلی کم شده و
بعض وقتا در ایونت هایی که ما خودمون چون برگزار کننده ایونت هستیم ویسی ها شرکت میکنن به عنوان سرمایه گذار، ولی انتهاش سرمایه گذاری اتفاق نمیفته. میخوام بدم که چالش شما در نبود تیم های سرمایه پذیر خوبه یا اینکه استراتژی ویسی ها بیشتر رفتن به سمت اینکه این پیاره ادامه داشتش و بگن که ما همچنان زنده ایم؟ حالا در واقع بقیه خودشون میخواد صحبت بکنه. خب ما یه جایی فهمیدیم که خوب فالو نکردیم، بنابراین در یک سال اخیر ما بیشتر داریم کیس‌های قبلی خودمون رو فالو میکنیم. از 20 تا سرمایه گذاری که ما امسال مصوب کردیم 11 تاش فالوآپ قبلی های خودمون بوده، فقط 9 تا جدید وارد شدیم. قاطعاً بقیه هم تصمیم‌های مشابهی گرفتن، بنابراین تعداد ورودی جدید ممکنه کاهش پیدا کرده باشه. یه گره دیگری که من حالا مخصوصاً چند ماه اخیر پهلوم پررنگ شده، ما در اکوسیستم در آموزش که خودمون میدیم، بالاخره ما از پیش شتابدهی و شتابدهی داریم، خودمون آموزش میدیم. تمش اینه که به استارتاپ میگیم برو و سرمایه گذار تو تحت تأثیر قرار بده. همه یه پیچ ها برای یه طراحی میشن که ما رو تحت تأثیر قرار بدن. اما یه نکته دوم داره که ما مثل اینکه کم رنگ گفتیم و برو اعتمادش رو جلب کن. ما سیگنال هایی که اعتماد جلب بکنه رو خوب آموزش نمیدیم. چه چیزایی رو باید رعایت کنی تا سرمایه گذار بتونه اعتماد بکنه؟ مخصوصا هر چی داریم به صنعت حالا بقول چیز سنتی نزدیک میشیم، اعتماد توش پارامتر مهمی هست. باید بتونه به فاندر اعتماد کنه، کافی نیست که براش یک رویای بزرگ جلب بکنه. این فرایند رو طولانی میکنه. یه نکته تکنیکال هم وجود داره که من برای حالا همسنفای خودم هست. ما به دوره‌ای از عمر اکوسیستم رسیدیم که معمولاً تیم‌های خوب سرمایه‌گذاران دیگری دارند. من در مثلا یک سال نیم اخیر چندین با پشت میز نشستم که حالا من سرمایه‌گذار وند قبل بودم، یکی دیگه به عنوان بعد میومده یا برعکس، و برخلاف رابطه ویسی با استارتاپ که تمپلیت‌های خوبی داره و همه تقریباً سرش توافق دارن، به نظر میاد الان رابطه سرمایه‌گذار بعد و سرمایه‌گذار وند قبل این قدرها تمپلیت‌های ساده‌ای نداره. مذاکرات طولانی و کشدار میشه که حتی ضریب شکستش هم به نظرم میتونه خیلی بهتر از این باشه. الان به مذاکرات طولانی اشاره کردید. الان خوبه که من به این نکته اشاره کنم به عنوان یه تجربه زیست خودم. حالا اگه آقای نظر بلندم نظری دارن در این مورد بگن. از زمانی که در شرایط فعلی ایرانی استارتاپی میخواد جذب سرمایه کنه و بره سرمایه گذارش رو پیدا کنه، شروع کنه تا جذب سرمایه 1 سال نیم طول میکشه. برای همین بعضی از دوستان من دیدم که میگن اوضاع خیلی خرابه، در از 3 ماه یه سرمایه گذار رو پیدا کنم. من صادقانه بهشون میگم که حالا شاید یکی توییت کنه که آقا من 1 ماه اینوست کردیم. اینا موارد خیلی استثنایی که نمیگم اتفاق نمیفته، ولی الان با توجه به شرایط اقتصادی ایران، روند مذاکرات، بحث‌های لیگالی و حقوقی و اینا من پیش بینی که بین 1 سال تا 1 سال نیم طول میکشه. نمیدونم شما موافق هستید یا نه؟ حالا من امیدوارم یه خورده از این بهتر باشیم، اما نه، اصل چیزی که درسته. ما واقعا تلاش بسیار زیادی کردیم که جواب نگفتنمون رو کوتاه کنیم و حالا یه تارگت 3 روز گذاشتیم، اما الان حدود 10 روزیم و عملاً تیمی که به ما مواجه شما دیگه شوخی هم به من داشتیم گفتیم سخت بله میگی داره. نه رو سعی میکنیم زود و آسون بگیم که نه هست. ما بعد از حد اکثر 10 روز میگیم نه. اگه کسی بعد از 10 روز از ما نشدید خب لابد داریم دیگه و دو دیلیجنس از آنچه در آینه میبینید به شدت سخت است. واقعا در آوردن این که اول در یک پلتفرم یکسان با هم بشینیم. دوستان معمولا حالا یک کشف لویی دارن، یه بیزنس پلنی دارن، اما بالاخره تیم ما هم شغلش اینه به طور متوسط سالی ما 1000 تا پیچ رو داریم بررسی می‌کنیم. بالاخره مجموع تجارب ما این شخصیت تخصصی رو میده که 30% اون پیچ رو بخوایم عوض بکنیم. بگیم اینجاش بیزنس پلن تغییر بده، اینجا برو این هدف رو جابجا کن، این صورت این اعداد مالی رو، و اینها ما رو میندازه توی پروسه رفت و برگشت. البته ما به خودمون سختگیریم و همچنان امیدواریم که حالا 1 سال و نیم ما می‌گیم واقعا به فصل برسیم، اما خیلی خیلی سخته.
در این لحظه من میگم مذاکراتش از همه سخته. از اول من توی این میگم در مورد یه موضوعی که برخوردن این بود که 230 تا سرمایه‌گذاری که اومده بودن، حالا همشون در ایونت نبوده ولی ثبت نام کردن، نزدیک 30 تایی که اومده بودن، وقتی با استارتاپ مذاکره می‌کردن، استارتاپ از جلسه میومدن، اینو خیلی شاکی بودن، میگفتن این کاسبو رو از کجا برداشته آوردی، همش گیر دادن که چقدر درآمد داری، چقدر میفروشی، این بحثا چیه، چرا از من نمیپرسن که دنیا رو قرار چجوری تغییر بده، چجوری قرار بهتر کنه اینا. من توی بیانیه شما دیدم که شما اشاره به این کردی که حتما باید MVP داشته باشید. میخوام ببینم که شما چطور میبینید فضای استارتاپ جوانای ما، آیا واقعا، حالا از اون ورم سرمایه‌گذارا میگفتن یه تعداد جوان تخیلی که خیال بافی میکنن و برای جذب سرمایه رو ما گذاشتید. من احساس میکنم باید یه همزیستی و همزبانی بین اینا پیدا بشه. من حالا درباره موقعیت‌های مختلف به خودم و به همکارام خیلی یادآوری می‌کنم. مثلا همین دیروز به یکی از استارتاپ‌ها داشت درباره ترکیب تیمش صحبت می‌کرد. گفتم فلان تو چند سالت بود که مدیر عامل شدی؟ که کرد گفت 30 ساله. گفتم چرا به فلان همکار 30 سالت اعتماد نمی‌کنی؟ با همین فضا میگم خیلی به خودم یادآوری می‌کنم که در سال‌هایی که اون طرف بودم و به عنوان فاندر نشستم چقدر رویا داشتم و این رو کامل درک میکنم که رویای یک فاندر مهمترین دارایی که اومده نشست. واقعش اینه که همون فرآیند مذاکره که میگم سخته، اینجا روی میده که من بدون MVP هم میپذیرم، به شرطی که بیاد بشینه توی پیش شتابدهی من، توی شتابدهی من، براش استراکچر من لااقل ما در شناسا چون فقط ویسی نیستیم، یه اکوسیستم داریم. بالاخره ما از اینکه دوستی بیاد نزد ما بنشینه 3 ماه ما هیچ سهامی هم نمیگیریم، فقط میگیم بشین، ما به جا میدیم، منتورشیپ میدیم، کمکت میکنیم، بعد 3 ماه اگه خواستی برو. اتفاقا همین هفته قبل یکی از این تیم‌ها رو دیدم که رفته بود با یکی دیگه هم بسته بود. حالا یه خود به ما میگفت اما واقعا روی داده نفهم. بیا این ادبیات رو یاد بگیر، یه مسیری است که باید با هم دیگه طی کنیم و ما هم داریم از تو یاد میگیریم. من حالا به شوخی و دوستان میگم بعد از شغل نمایندگی مجلس تحقیق در مورد همه دنیا حرف میزنه و هیچ مسئولیتی نداره، مدیر عامل ویسی شغل بسیار لذت بخشیه، چون من هر روز در دیدن استارتاپ‌ها دارم یاد میگیرم. من هر روز با یه ایده جالب، با یه آدپات، بعضی وقتا بیشتر از یکی، با 3-4 تا ایده جالب، با آدمای جالب، با آدمای خیلی های پروفایل و با آینده ملاقات میکنم. اما قرار از هم یاد بگیرم. اگه طرف مقابل من فرض کنه همشو بلده، گفتگو نیمه تمام رها میشه. من اون جواب رو بخوام میگم گفتگو رو کامل کنید، نیمه تمام رهاش نکنید. درست. من فقط می‌خواستم جمع‌بندی به اینجا برسم که یعنی توی این بخش جمع‌بندی با موضوع بریم جلو. تعداد سرمایه‌گذاران خطرپذیر که حالا بهش گفته میشه VC خیلی کمه و از اون برم همین جمعیت که اینجا هستن نشون میده که کارآفرینی در همه شرایط سخت که حالا در پنل قبلی هم صحبت شد امتداد داره و اتفاقا امروز زمان ورود استارتاپ‌ها به ایران به دلیل ناترازی‌های برق، انرژی، نمیدونم آب، از و شما که بحث تامین مواد غذایی زمانی است که نیاز به خلاقیت وجود داره و باید ورود کنن. ولی واقعا برای این حجم از جوان‌ها و استارتاپ‌ها تعداد VC‌ها خیلی کم شده. به نظر میاد که شاید صنایع بتونن، بانک‌ها بتونن تامین منابع مالی رو برای آینده شرکت‌های استارتاپی داشته باشن. من چند هفته قبل خدمت یکی از بزرگان رسانه بودم، ایشون گفت که خب شما گفتید 14 همت سرمایه‌گذاری می‌کنید یعنی تغییر بزرگی ایجاد میشه. گفتم نه، به دلار تبدیلش کن ببین چقدر میشه. ما الان بعد الحمدلله با حضور بسیار جدی داریم، می‌خوایم 14 همت تا حالا با قیمت دلار احتمالاً تا موقعی که پرداخت کنیم بشه مثلا 140-150 میلیون دلار سرمایه‌گذاری بود. اکوسیستم برای که رشد کنه، کشور برای که رشد بکنه حتما به عددی بیش از 10 برابر نیاز داره و خب باید صنایع دیگه بیان. من به عنوان بلمندی از پاسارگاد به عنوان مجموعه کمی زودتر از دیگران وارد فضا شده میگم کسی از سرمایه‌گذاری در تکنولوژی ضرر نکرد. ممکنه بیزنس مدل استاندارد ما به معنی پیش شتابدهی VC، PIPO و IPO این در مسیر استاندارد کار نکرده باشه. نه فقط در ایران، در خود مثلا
جهانم الان می‌بینیم مدل آی پی او کردن بالاخره یک حضوری داره. خب به من نمیاد جاش. اونی که اصالت داره برای سرمایه‌گذار و من از همه سرمایه‌گذارا دعوت می‌کنم بیاد و به نظرم خواهند اومد، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی. من با قاطعیت ادعا می‌کنم از این موضوع حتی در ایران هیچ کسی ضرر نکرده و قاعدتاً صاحبان سرمایه مخصوصاً از ساید صنعت برای موندنشون در صنعت خودشون باید بیان و در نوآوری در صنعت خودشون وارد بشن. چون دیگه الان تایمون تموم شد، فقط آخر سوالم که کوتاه بفرمایید اینه که اگر بخواید به ما یا به من یه تجربه زیسته و یه سختی در زندگی کشید کلاً در سالهای گذشته، یه تجربه ما منتقل کنید، چی منتقل می‌کنید؟ توکل کن. من اینو حالا به عنوان شعار چی میگم اعتقادی نمیگم، به عنوان تجربه شخصی دارم. لحظاتی که در کسب و کار شخصی خودم احساس میکردم تلخ‌ترین اتفاقات بیزنسی افتاده، 3 سال که گذشت فهمیدم شیء بسیار بسیار بزرگ بوده و برعکس روزهایی که فکر میکردم الان گل بیزنس رو زدم دیگه در اوج قله‌های موفقیت هستم، داشتم شالوده یک کسب و کارم رو میزدم. این که توکل کردن به همین معنا که حالا اون تعبیر قرآنیش هم که عسی ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، هر دوی اینها رو من در بیزنس شخصی خیلی تجربه کردم و به نظرم کارآفرینا اگه به این اعتقاد داشته باشن خیلی راحت‌تر مسیر کارآفرینی. خیلی عالی، خیلی ممنون از شما. امیدوارم که استفاده کرده باشید. من فقط یه جمع‌بندی چند ثانیه‌ای بگم که ما در بحث قبلیمون این بود که آیا راه‌اندازی کسب و کار در ایران توجیه اقتصادی داره یا نه. پاسخ مثبت بود دوستان کارشناس که بحث کردن. بحث بعدیمون در اینجا این بود که آیا تامین منابع مالی وجود داره یا نه. من فکر کنم نظر ما مشترکم بر این بود که سرمایه‌گذاری انجام داره میشه، ویسی ها زنده هستن ولی تعدادشون واقعا به نسبت کارآفرینایی که وجود دارن کمه و باید صنعت وارد بشه که شده خوشبختانه. حالا در پنلی هم که چند دقیقه آینده اجرا خواهد شد مدیران محترم شرکت‌های بزرگ صنعتی با شما صحبت خواهند کرد. ولی حالا یه بحثی هم که وجود داره اینه که صنعت کالچر و فرهنگ متفاوتی با ما استارتاپ‌ها داره که من دیگه می‌خواستم دوباره نیام بالا. علیرضا کیانپور مدیر عامل گلرنگ سیستم تا چند ثانیه دیگه میان و در مورد صحبت میکنن که اگه میخواید از صنعت پول بگیرید و با اون کار کنید صنایع چه نوع نگاهی دارن و چه فرهنگی دارن. به افتخار خودتون. خیلی ممنون از شما. مرسی.